سلام به همه دوستداران کانال اسم تو. من روی هستم و امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اسم تو تنها با حمایت شما عزیزان معنا پیدا میکنه. پس لطفاً حتما کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. امروز میخوام درباره اسمی صحبت کنم که خودش یک دنیا شکوه و نوره. فاطمه، نامی که شنیدنش بوی باغ‌های بهشت میده و یادآور بزرگبانوییه که جهان رو به نور وجودش روشن کرد. اما آیا میدونید معنی دقیق این نام پر افتخار چیه؟ و این اسم چه انرژی با خودش به همراه میاره و برای صاحبش چه شخصیتی رو میسازه؟ پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین و در پایان اگه دوست داشتین من رو با سابسکرایب کردن خوشحال کنین. برای درک واقعی معنای فاطمه باید به سراغ ریشه عربی اون یعنی فتن بریم. این ریشه در نگاه اول به معنای از شیر گرفتن کودکه، اما این فقط نقطه شروع ماجراست. این مفهوم در لایه‌های عمیق‌تر به معنای بریدن و جدا شدنه. از همینجاست که اون معنای عمیق و زیبا شکل میگیره. بریده شده از بدیها، کسی که از هر گونه پلیدی، گناه و ناپاکی جدا و بریده شده. این معنا طهارت و پاکی ذاتی رو میرسونه. برگزیده و والا مقام، این بریدن باعث میشه تا فرد از عامه مردم متمایز و والاتر بشه، مانند گلی که از شاخه جدا میشه تا در اوج زیبایی و کمال باشه. کودک شیرخواری که زودتر از موعد از شیر گرفته شده، هوش و ذکاوت و رشد فکری سریعی رو نشون میده. پس فاطمه مفهوم چند لایه از پاکی، برتری اخلاق و رشد معنویه. و اما وای به اسم فاطمه. وقتی اسم فاطمه رو میشنویم چه حس و حالی بهمون دست میده؟ اولین، انرژی آرامش با شکوهیه. اسم فاطمه یک انرژی سنگین با ثبات و عمیق داره، مانند یک دریاچه آرام اما بسیار عمیق. این اسم وقار، آرامش درونی و استواری رو فریاد میزنه. صداش که در فضا میپیچه هیاهو رو از بین میبره و آرامش رو برمقام میاره. انرژی دوم، انرژی طلوع و معنویت و نورانیته. این اسم به شدت با معنویت و یک نور درونی گره خورده. فاطمه یک انرژی نورانی داره. شنیدنش ممکنه ناخودآگاه یاد عبادت، خلوص و یک ارتباط عمیق با معنویت رو به یادمون بندازه. وایب سوم، وایب قدرتمند زنانه هست. فاطمه نماد یک قدرت زنانه، نرم و در عین حال شکست ناپذیره. این اسم انرژی یک بانوی محترم و قوی رو منتقل میکنه، کسی که با متانت و دانش خودش میتونه پایه‌های جهان رو به لرزه در بیاره، نه با داد و فریاد. قدرت اون از جنس ایمان، عقل و ایستادگیه. چهارمین وایب، وایب اصالت و ریشه‌دار